سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. در خدمت شما هستیم با قسمت پایانی داستان عاشقانه خسرو و شیرین. با هم ببینیم و بشنویم سرانجام این داستان زیبا را. شیرین نمی‌داند که خسرو بر سر او شرط بسته است که وعده دروغ داده که فرهاد برای رسیدن به او چنین تیشه به ریشه کوه می‌کوبد. هیچ چیز نمی‌داند، اما اگر نمی‌تواند دردی از فرهاد دوا کند، شاید بتواند جرعه‌ای آب در جام بریزد یا لحظه‌ای از نزدیک به تماشای کارش بنشیند که شنیده است آتش مهر فرهاد سنگ‌ها را چون موم نرم می‌کند و از سر راه برمی‌دارد. خسرو به بزرگ امید که در مقابلش ایستاده میگوید چاره کار چیست بزرگ امید؟ شنیدم شیرین به دیدار فرهاد رفته که فرهاد از دیدن روی او نیرویش 10 چندان شده و همین روزهاست که کار کندن کوه را به پایان ببرد. تو چه میاندیشی؟ چگونه او را از سر راه بردارم بی آنکه دستم به خون ناپاکش آلوده شود؟ بزرگ امید در سکوت میاندیشد. این فرهاد که آوازش را شنیدم چنان در عشق ثابت قدم است که جز وصال شیرین فکری در سر ندارد. او رو به خسرو میگوید کسی را در هیئت یک رهگذر ساده به دیدارش بفرست با این خبر که شیرین در بستر بیماری جان باخته. او گمان می کند که بعد از مرگ شیرین کندن کوه کاری بس بیهوده است، پس کار را ناتمام رها خواهد کرد و سرگشته و پریشان حال به دیاری دور پناه خواهد برد. نامش فراموش خواهد شد و سرورم خسرو بار عهدی را بر دوش نخواهد کشید. خسرو لبخند میزند و دست بر شانه های بزرگ امید میگذارد. به گمان ما نیز تدبیر خوبی است. برو و خود ترتیب این کار را بده تا دیگر نامی از او در پیشگاه ما نیاید. بزرگ امید از تالار بیرون میآید. نگهبانی را صدا میزند و آهسته چیزی در گوش او میگوید. نگهبان سر تکان میدهد و در چشم برهم زدنی از او دور میشود. شیرین از خواب میپرد. وحشت زده به اطراف نگاه میکند. سکوت و سیاهی همه جا را فرا گرفته است. پرده را کنار میزند. خورشید هنوز پشت کوه پنهان است و صدای ضربه ها هنوز به گوش می رسد. شیرین بیتاب موها را از روی شانه جمع می کند و در دستش می فشارد. شاید آشفتگیش از خوابی است که دیده است. سنگ ها بر سر فرهاد فرود می آمدند و فرهاد با چهره خونین از درد فریاد می کشید. شیرین با ناخن سنگ ها را می خراشید. روی تخت دراز می کشد. چشم می بندد و آرزو می کند که پرنده شومی که بر سر روزهایش نشسته هر چه زودتر پر بکشد. چشمها را باز می کند و دوباره می بندد. خواب از او دور شده و هیچ خیال بازگشت ندارد. روشنی روز از پشت پرده پیداست. شیرین روی تخت می نشیند. ناگهان یکی از ندیمان سراسیمه وارد می شود. گریه امان نمی دهد که کلامش را بازگوید. شیرین بالای سرش می ایستد. دستش را می گیرد. زن از میان اشک و آه می گوید زبانم لال شود که روزتان را با چنین خبری برهم می زنم. شیرین بیتابانه می پرسد جانم به لب رسید، زهر را به کامم بریز و خلاصم کن. زن می گوید فرهاد کوهکن و به تأثیر این نام در چهره شیرین خیره می شود. فرهاد کوهکن خود را در میان کوه مدفون کرده. کسی نمی داند کدام خبر شوم به او رسیده که چنین دست از دنیا شسته است. شیرین زانو می زند و می گوید می دانستم که این کوهکن تیشه بر ریشه خود می زند. می دانستم او را با مراسمی با شکوه به خاک بسپارید. بگویید بر مزارش خیمه‌ای برافرازند. در مرگش به سوگ می نشینم.
رخت سیاه می پوشم، برایش سوگواری می کنم، برای او که یادش عزیز است و همیشه با من است. روی تخت می نشیند و صورتش را در میان دستایش پنهان می کند. شیرین روزهاست که لبخندی بر لب ندارد، که سیاه پوش فرهاد کوهکن در قصر راه می رود و با خود می گوید که ای کاش دفتر سرنوشت او نیز چون فرهاد بسته می شد، که دیگر تا به این روزهای سرد و تاریک را ندارد. سواری پیش می آید و نامه‌ای به دست شیرین می دهد. نامه نشانی از مهر خسرو پرویز را دارد. دل شیرین در تب و تاب خبری خوش چنان می تپد که حس می کند تنش برای نگه داشتن این پرنده وحشی بسیار کوچک است. نامه را باز می کند. نامه از جانب خسروست. شیرین بلند می خواند: از خسرو پرویز به شاه بانوی ارمن. به ما گفتند که یارمان در ماتم فرهاد کوهکن به سوگ نشسته است. میگویند در هیچ کجای جهان عاشقی شیرین پرست‌تر از او نخواهی یافت. اما تقدیر فرهاد چنین بود، پس شیرین به سلامت ماند. شیرین از خواندن نامه دست می کشد. کلمات زخم درونش را می خراشند. به انتهای نامه نگاه می کند. از مرده‌اش دست بردار و به زندگیت بپرداز. شیرین نامه را می پیچد و تیر خورده و زخمی فریاد می زند: به کدام زندگی بپردازم؟ مگر برایم چیزی از زندگی باقی مانده؟ از من چه ساخته‌ای؟ مرده‌ای متحرک در میان این دیوارهای بلند. کاش می توانستم من نیز با کلماتم زهر به کامت بریزم. کاش من نیز می توانستم تخم این عذاب را در دلت بکارم. ای کاش می شد. ندیمی پیش می آید. شیرین با دست او را از خود می راند. ندیم می گوید: بانوی من، مریم شاه بانوی ایران زمین، همسر خسرو پرویز، در بستر بیماری جان به جان آفرین تسلیم کرده است. میگویند پادشاه در مرگ همسرش به سوگ نشسته است. شیرین نگاهی به نامه‌ای که در دست دارد میاندازد و به او میگوید: قلم و کاغذی برایم بیاور. او میخواهد تیری را که به سویش پرتاب کردند با تیر دیگری پاسخ دهد. شیرین مینویسد: تقدیر الهی چنین است که گاهی جشن و سرور بپا کنیم و گاهی رخت عصا بپوشیم. اگر مریم همسر پادشاه ایران چشم از جهان فرو بسته است، شاه را چه باک که عروسان دیگری در کنار دارد. شیرین نامه را این گونه به پایان میبرد: غم مریم را نخورید که شیرویه یادگار او در رکاب پادشاه باقی مانده است. او نامه را با تاری از موهایش میپیچد و با پیکی به سوی خسرو میفرستد. شب بالهای سیاهش را روی شهر گسترده است. هیچ ستاره‌ای دیده نمی شود. پشت دیوارهای سنگی صدایی به گوش می رسد. کدام دستی دفتر سرنوشتم را به دست باد سپرده است؟ بادی که وحشیانه آن را ورق می زند. من در این انتظار بی انتها چون کشتی شکسته‌ای به گل نشستم و هیچ فریاد رسی صدایم را نمی شنود. هیچ دستگیری دستهایم را نمی گیرد و هیچ چشمی اندوهم را نمی بیند. کجاست خدایی که پناه هم دهد که مرا دریابد و کجاست مرهمی که زخمهایم را درمان کند؟ صدایی از میان شاخه ها برمیخیزد. شیرین سکوت می کند. یکی از ندیمان به صدای او پیش آمده است: بانوی من، شب از نیمه گذشته است. ابرها خیال باریدن دارند. این تنپوش را بپوشید. زن بالا پوش را روی شانه های شیرین می اندازد. شیرین دست زن را که روی شانه اش مانده می گیرد. هوای دلم هم بارانی است. شنیدم خسرو این روزها زیبارویی شکرنام را به همسری برگزیده است. شنیدم که شکر شیرین تر از شیرین است. ماندم که چرا خسرو
چنین زخم بر دلم زده است که آیا ناله هایم به گوش او نمی رسد؟ بیتابیم را نمی بیند؟ من که در انتظار او جوانیم تباه شد، چگونه از این پس بی خسرو به سر برم؟ تو بگو چگونه او را از یاد ببرم؟ زن شانه های شیرین را نوازش می کند، او را از پشت در آغوش می گیرد و می گوید من نیز شنیدم که خسرو در کنار شیرین آرام و قرار ندارد، که شکر نیز شیرینیش را از دست داده است. شیرین خود را از دستهای زن بیرون می کشد و می گوید کاش مرگ امانم نمیداد. ماندم که خسرو چگونه میتواند چنین باشد، دلش با ما باشد و سرش با دیگری. کاش من نیز میتوانستم. زن شیرین را از زمین بلند میکند و به او میگوید شاید همین روزها با لشکری عظیم برای دیدنتان از راه برسد. شیرین میگوید دیگر دیر است، دیرتر از آن که بشود کاری انجام داد. و از میان درختان قدم بر سنگ فرش قصر می‌گذارد. صدای موسیقی در تالار می‌پیچد، باربد می‌نوازد و خسرو در تالار بالا و پایین می‌رود. با ترش رویی به شاپور که در درگاه ایستاده است می‌گوید باورت می‌شد که شیرین درهای قصر را به روی من ببندد؟ دیدی چطور عذرمان را خواست و ما را به بالین نپذیرفت؟ دیدی چطور با کلماتش آزارم داد؟ مرا که سالهاست در خیال وصل او به سر میبرم. دیدی چطور مرا از خود راند؟ شاپور میگوید گفتارش رنجشی را که در این سالها برده نمایان میسازد. خسرو میگوید رنج؟ کدام رنج؟ رنجی که خود خواسته باشد؟ بارها پیغام فرستادم که به خلوت ما درآید که نیامد. بارها به پیشوازش رفتیم و گفتیم که با ما به مهر رفتار کند که نکرد. حال باید چگونه دردش را دوا کرد؟ شاپور سکوت می کند. خسرو هنوز دلچرکین است. او فکر نمی کرد که اگر با سوارانش به دیدار شیرین برود، شیرین او را به خلوت نپذیرد. او بر بام قصر در آمده بود. زیباییش که با آفتاب برابری می کرد دل خسرو را برای چندمین بار فشرده بود و با صدایی که زمزمه آب را به یاد می آورد گفته بود گمان می کنید چرا خود را در این قصر سنگی اسیر کردم؟ چرا سالهاست به انتظار رسیدنتان نشستم؟ چرا به دیگری دل نبستم که تا به رسم و آیینی تمام نام مرا در کنار نام خود نخواهید؟ هرگز در خلوت با شما سخن نخواهم گفت. خسرو آزرده خاطر از سخنان او به قصر خود بازگشته بود و حال که به شاپور شکوه می برد شاپور ساکت بود. خسرو می گوید گویی تو نیز در کار ما متحیر مانده ای شاپور. شاید اگر دوباره نقشی از ما پیش رویش بکشی دلش به رحم بیاید. نوای موسیقی اوج میگیرد و شاپور خسرو را با نوازندگانش تنها میگذارد. شاپور این بار نقش نمیزند، بلکه راهی پیش پای شیرین میگذارد که در شکارگاه به دیدار شاه برود و تلخی سخنانی را که به او گفته با کلمات شیرین از دلش بزداید. شیرین چنین می کند و خسرو عذر او را می پذیرد. این بار هر آنچه را که شیرین طلب می کند به پایش می ریزد و در جشنی با شکوه نام او را در کنار نام خود بر لوحی گران حک می کند. در دل شیرین اما آشوبی بپاست. او که سالها در انتظار رسیدن چنین لحظه‌ای به سر برده است، وقتی به خسرو که در کنارش قدم بر می دارد نگاه می کند، حس می کند که در تقدیر او همیشه شادی با غم و شیرینی با تلخی بوده. حس می کند که در این روزهای خوش دست پنهانی دارد روزهای شوم را برایش رقم می زند که در پس این شادی آسمانی فتنه‌ای پنهان است. اما هرچه به اطراف نگاه می کند جز نوازندگان که می نوازند و
خسرو که در کنارش نشسته است و ساقیانی که جامهایشان را پر می کنند چیزی نمی بیند. شیرین چشمهایی را که در میان سیاهی شب به او خیره شده است را نمی بیند. کاش کسی به او خبر دهد. کاش زمان در همین لحظه ثابت بماند و پیش نرود. کاش خوابی پاره نشود. شیرین با فریاد کوتاهی از خواب می پرد و نگاه می کند. خسرو در کنارش خوابیده است. تکان نمی خورد. شیرین دلش آرام می گیرد. به پهلو می چرخد. سرش را روی بالش می گذارد اما باز سرش را بلند می کند. خسرو آرام است. حتی صدای نفسهایش را هم نمی شود شنید. شیرین دستش را روی سینه او می گذارد. دستش خیس می شود، سرخ می شود و فریادی جانخراش اهالی قصر را از خواب می پراند. خسرو را در خواب کشتند. شیرین سنگینی پرنده شومی را که بر شانه‌اش نشسته است حس می کند. زانو می زند و خسرو را در آغوش می کشد. اشک‌های آغشته به خون تمام صورتش را می پوشاند و او به سوگ می نشیند. سواری از راه رسیده است. پیامی دارد. شیرین دیگر در انتظار هیچ پیامی نیست. نفرین بر دستی که بر تن نازنین دلدارم زخم زده است. زنی وارد می شود. بانوی من، سواری آمده با نامه‌ای محرمانه برای شما. می گوید نامه را جز به شاه بانوی ایران به دست دیگری نخواهد سپرد. شیرین در لباس عزا پیش می رود. بگویید وارد شود. سوار که گرد راه بر سر و رویش نشسته است وارد می شود. نامه ای را که در دست دارد به شیرین می دهد و می گوید باید پاسخ بانویم را به همراه ببرم. شیرین نامه را باز می کند. نامه به امضای شیرویه است، پسر مریم. شیرین گیج و مات به کلمات نگاه می کند. لبهایش را می گزد و با خود تکرار می کند پس شیرویه خسرو را به قتل رسانده است. شیرویه؟ پسر مریم و خسرو؟ شیرویه که خون خسرو در رگ‌هایش جریان دارد؟ به انتقام مادر او را از میان برداشته است؟ نه، باور نمی کنم. شیرین به زانو در می آید. حضور سوار را از یاد می برد که با خود می گوید ممکن نیست. شیرویه به دیدار من می آید. به دیدار من که در مرگ خسرو به سوگ نشستم. خواسته که در انتظارش بمانم که با سوارانی بسیار در راه است. برمیخیزد و به سوار نگاه می کند. او در راه است تا به اینجا بیاید تا جای خالی خسرو را پر کند، تا همسر خسرو را به همسری برگزیند. برمیخیزد به سوار نگاه می کند. او در راه است تا به اینجا بیاید تا جای خالی خسرو را پر کند، تا همسر خسرو را به همسری برگزیند. شیرین سکوت می کند. ناگهان چشمایش برق می زنند و می خندد و صدای قهقهش در قصر می پیچد. سوار قدمی به عقب بر می دارد. ندیمانش سراسیمه از راه می رسند. شیرین بلند بلند می خندد و موهای پریشانش را از پیش چشمانش کنار می زند. به سوار می گوید به شیرویه بگو که شیرین با آغوش باز در انتظار رسیدن توست. بگو بیش از این تحمل دوریش را ندارم. و می خندد. خندش آرامش همه را برهم می زند. شیرین تنهاست در پیراهنی از حریر سفید. گوشواره های درخشان به گوش آویخته و گیسوان بلندش را با گلهایی بسیار آراسته است. در راه رو می خرامد، به اطراف نگاه می کند. آرام پیش می رود و دری را باز می کند. پیکر بیجان خسرو روی تخت زرین قرار گرفته است. شیرین بالای سر خسرو می نشیند و می گوید می بینی
حتی زخم زدن به تو کینه‌اش را سرد نکرده است. شیرویه در راه است، پشت درهای قصر. او آمده تا جای تو را بگیرد تا مرا از آن خود کند. آمده تا کینه ای را که از کودکی از تو به دل داشته این گونه بیرون بریزد. میبینی حتی زخم زدن به تو نیز کینه‌اش را سرد نکرده. صدایی از بیرون شنیده میشود، درهایی باز و بسته میشوند. شیرین خنجری را که پنهان کرده بیرون میکشد، چشم میبندد و خنجر را در چشم برهم زدنی به سینه میفشارد. خون به لبهای سردش گرما میبخشد. در کنار خسرو دراز میکشد، دست او را میگیرد و چشمهایش را روی هم میگذارد و این چنین خود آخرین برگ دفتر سرنوشتش را به باد میدهد و خوب میداند که از این پس افسانه‌اش سینه به سینه نقل خواهد شد.